بیاید توحید آموزید. توحید فراموش کردید، وقت ندارید که توحید بخوانید. یک 10 دقیقه و 20 دقیقه وقت خود را با آموختن توحید مشغول نمی کنید. اما میبینید که چقدر جوانهایی که عقل سالم دارد، جسم سالم دارد، میروند 5 سال و 10 سال حقوق می آموزند که در آخر نه حقوق خودشان نه حقوق کسی را دفاع کردن نتوانسته، در نزد کفار باز همان شرمندوی سال گذشته خیلی که شرمنده بودیم، سال هم خیلی شرمنده است. ما همان وقت عزت پیدا میکنیم، همان وقت عزیز میشویم که توحید آموزیم. توحید آموختی، عمل کردی، الله تو را عزت میدهد. نه آموختی، عمل نکردی، در همه حالت خارب و ذلیلی، چرا که عزت در دست الله است. فإن العزة لله جمیعا، تمام عزت، جمیع عزت در نزد الله است، از آن الله است.